آخر حاضر ماشینی جنازه میآید. بیاید رفته وظیفه آخرینمان رو بجا بیایید. آخر به پسر جوان مردم چطور نگاه میکنم؟ طاقت کردن نمیتوانم. تو با کدام رویت به اینجا آمدی؟ خانم نباهد این کار نکنید. آخر بیچاره به جنازه آمده. تمام عائله اینها قاتلند اینها. شما میگویید؟ به نزدی حقی قاتلش رفتم، زاری بود تولا کردم، مرا از در پیش کرد. من هم سالی مادرش هستم، اما او با من ناحرمتی کرد. اولادی بتربیم. قاتل اکرش قاتل پسری زیبایم رو پسری زیبایم رو جوان مرگ کرد. کنی بچه ها و بالا بروید. روید بچه ها. بیایید خون نباید. بس است بیایید گذارید. اکر بیهوده نگریزد، بهترش به هیچ جا نگریزد. اگر پذیری زمین هم در آید من او رو میوبم. از همتون قسم رو میگیرم. از همتون. ماشینی جنازه آمد. یا شرم آمده است همسایه ها. دختر جانم، کاش در روبرویت ایستاده اینها را به تو گفتم میتوانستم. انشالله این مکتوب به دستت میرسد و حقیقت حیاتت را میفهمی. دانسته باش تا آن وقت وجدان من آرام نمیگیرد. تا از دست آن جانان ظالم نجات یافتن تو من براحت بوده نمیتوانم. او برای پر شده طفل نوزاد را از مادرش جدا کرد. میخواهم در آخری حیاتش هم باشد جزایش را کشد. با آن طفلک خود یعنی به تو فهماندن حقیقت خرز من است. جانان مادری حقیقی تو نیست. اگر حالا هم این کار را نکرده باشی به نزدش رفته از او همش را بپرس. مادرت آنی که تو را تولد کرده است و در کجا بودنت را نمیداند و در حسرتت جگرش بریان است. بیا و او را که در وقتش برایت کاری کرده نتوانسته است ببخش. مایت را آوردند. بیا دخترم. مایلش حاضر می آیم. جانکا به من نگرید. از این حجرات دور گردید. اگر در آمدنتان را بینم یا شنوم میدونید چی کار میکنم؟ وای پسرکم، اوه خدایا جانی مرا هم گیر. طاقت کردن نمیتوانم آخی. وای استرم. همسایه آخر وقتی به دنیا آمدنشون از ما نپرسیدن، وقتی رفتن هم نمیپرسن. آخر مرسی نیست شدن نیست. بعدی اندکی باز وا میخورید. صبر کنید خانم نباهد. خودتان رو به دست گیرید. انشالله. شما از مرحوم راضی هستید؟ راضی. شما راضی هستید؟ راضی. شما راضی هستید؟ راضی. خداوند از همتون راضی باشد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمین. بیایید خانم نباهد. بیایید. ای شرم. همسایه جان دستم رو دار. پسری جان مرگم. شما رو دوست می‌دارم محمد جان.
برادر آرام شو. چای گرم کردیم. بیا یک پیاله نوش. آرام شو. چطور آرام شوم؟ به جنازه رسیدن نمیتوانم. باز چی شد؟ از آقای دادستان نگان خبری نیست؟ نه. با ادوکات صحبت کرده ایستادن. این چه خیلی صحبتی دور و دراز است. دیگر در را تق تق نکن. اگر اجازه دهند خبردارت میکنم. من هم میخوام که در جنازه اکش اشتراک کند، اما احوال معلوم است. میترسم که از الان باز یگان بیعقلی نکند. آقای دادستان باز کارم مشکلتر نشود. براستی اجازت همینجاست. محکوم شده میتواند 24 ساعت در بیرون ماند. اگر خواهید گرفته روید، اگر نخواهید اختیارتان. ادوکات کجاست؟ حاضر می آید. چی شد؟ من میبرایم. چی اجازه نداد مگر؟ آقای شرف، من کاری از دستم اومده رو کردم، اما آقای دادستان رو راضی کنم. کتاب آخر جنازه است. اکه مرده است. پدرم در بیمارخانه. به این هم همش رو میدونن، اما در وقت جستجو بودنتون چندین مرتبه از پلیس ها گریخته اید. یعنی باز میگریزید گفته به شما باور نمیکنند. خودم رفته گپ میزنم. به همه اجازه دادن. همه در وقت جنازه رفته بازگشته آمدن. من هم میروم. روید از گریبان دادستان گیرید. انا بعد میبینید چی میشود. میروم. چی من بیهوده جونم رو در خطر گذاشتم؟ برای چی کردم؟ برای شما رو سفید کردن. رفته همش رو بربادیدید. یگان چیزی افتید؟ اهمیت ندهید. رفته کارتون رو کردن گیرید. بعد سالهای دراز در حبسخانه پوسیده میخوابید. چی کار میکنید؟ کاری من تمام. شخصی رو که به من باوری ندارد حمایه نمیکنم. به خودتون ادوکاتی نو یابید. مرا ببخشید. در حقیقت کمی آتشین شدم. خدا با هیچ کس دردی فرزندی پدر را نشان ندهد. این چنان مسنین است. آقای شرف، شما هم از من نرنجید. من هم کمی عصبی شدم. گوش کنید، باز کمی دیگر وقت داریم. بیایید چینید در خصوص پیشروی های پرونده گفتن میخواهم. مسلمانانی محترم، هر جاندار شربت مرگ را می چشد و این باور کنیم یا نکنیم فرقی ندارد. خداوند متعال در قرآن مجید از آورده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این لله و این الیه راجعون. بیشوبه ما از خداییم و بیشوبه بازگشتی ما به سوی اوست. برادرانی عزیز، حیات به یک شاهراه مانند است. چنانه که در شاهراه راهی برآمد وجود دارد، در حیات هم راهی برآمد هست. ما راهی برآمد حیات را مرگ می‌نامیم. برای هر شخص از این راهی گریز نیست. مهمش از مرگ نترسیده است. فریاد و فغانی بیهوده نبراریم و چی طور از این راهی آماده باش برآمدنمون را فکر کنیم. اگر ما با فکر و اعمالی بدمان به آن دنیا رویم، با آنهایی که حیاتشان را برباد دادند در یک صف می ایستیم. از مرگ راهی گریز نیست. چی طور در دنیا زندگی کنیم با مرگ همان طور روبرو می شویم. روزی آخرت باشد چی طور مرده باشیم همان خیل محشور می شویم.
خداوند به هممون حیات خوب و مرگ خوب را نصیب کند و گناههایمان با مرحمتش معامله کنیم. مسلمانان محترم، اکنون می‌گذریم به ادای نماز جنازه. نیت نماز جنازه چنین است: نیت کردم بگذارم 4 تکبیر نماز جنازه، ثنا مر خدا را، درود مر محمد مصطفی را، ثوابش میت حاضر استاده را، اقتدا کردم به امام حاضر استاده، خالصا لله تعالی. الله اکبر. الله اکبر. بیدار شده است، کمی دزدوریش نکنه. مدام کسی نیست، میکنه. خیلی کلان شده است. کوچه کشجور خونه 42. اگر اکرات رو نجا دادن خوبی خودت تنها بیا. ای پسرکی جوان مرگم. ای پسرکی. همین حالا در پس من کی بود سلیم؟ نمیدونم چی بود؟ ده اهمیت ندارد. سلیم، مرا از مرکز زنگ زدم. من به قبرستان رفتن نمیتونم. من همراهم کنی سر؟ نه لازم نیست. تو امیر رو تنها نگذار. مایلش ینکه فریده، شما با ماشینی من شنید؟ مایلش من در پیش میشینم. در قفا نشستن نمیخواهم. من با دیگر ماشین میروم سلیم. مایلش ینکه. آقای غالی، ادوکات در آمد. خواتینش تعقیبش میکنیم. فهمو. درآید. روز بخیر آقای دادستان. مرحمت. در خصوص پرونده 26401 دلیل مهمی پیدا کردم. میخواهم تو مرافعه در سیف نگاه دارم. با من دید. مرحمت. میتوانید برایید. تشکر. خانم این را به سیف مانید. خوب شده است.
адвокат در прокуратура بوده است. کنی رفته فهم چی در دارد یا اینکه یگان دلیل یافته است. شاید چنانی خودت گفتی آن زنی در نزد اوستا بوده ادوکات باشد. پیش از کشتنی اوستا ادوکات آمده بیاناتش را گرفتنش هم ممکن است. انشالله این طور نیست وگرنه هممون معاف میشویم. این طور باشد زودتر این مسئله را حل کن. امیر چی؟ او چی کار کرد؟ او در جنازه است. آدمانمان تعقیب کرده ایستادند. همین که به خانه نزدیک شد خبر میدهند. امیر را در بالای جسدی اوستا دستگیر میکنند. با همین راه از همه افیگل ها خلاص میشویم. امینه کاش باز در همین جا ایستیم. آخه نمیتوانیم، اینجا حجره خیریگی شده است. به این هم ایستاده نمیخواهم. بابایم نیست، عمکم نیست، پدرم هم نیست. با همش پدر مادرمون گناهکارم. اگر آنها جدا نمیشدن این طور نمیشد. بیا با هم دیگر وعده میدیم چه خیلی وعده؟ کلان شویم، هیچ گاه جدا نمیشویم. میلش همیشه در بری هم دیگر میمونیم. دروغگویی هم نمیکنیم. دریا دوری امینه. بابایم همیشه چنین میگفتن دروغگویی خونه رو خالی میکنند. در خاطرت هست؟ بله در خاطرم هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ای بیماری که آخرتت را فکر میکنی، بیماری مثل صابون گناه های چرکینت را شسته تازه میکند. برای گناه ها کفاره بودن بیماری را حدیث ثابت میکند. در حدیث چنین آمده است: چنانی که با لرزانیدن درخت میوه‌دار میوه هایش میافزند، لرزیدن بیماری با ایمان هم همین خیلی گناههایش را می‌ریزاند. نبضش به جایش آمد. 24 ساعت آینده خیلی مهم است. دعا کنیم که وجودش دل نو را قبول کند. این کار نکنید، افایین باهر بیایید. این کار نکنید، خانم نباید.
شما را باید برای حد خواب من میستم همینجا. این تم نکنید خانم نباید. خیلی آخیر و خوابت ستان رو بدست. من به هیچ کجا نمیروم. خانم نباید. نمیروم روید شما. فریده امیر در کجاست دخترم؟ نمیدونم. حاضر در همینجا بودم. آمده مادرش را برد. ای با ما گوش نمی کند. خودش را به بالای قبر پرتفته است. قبری تو رو دوست نمی داشتم بیسرم. اکنون قبرستان خانم شده است. خانم بیسری زیبویم. نمی بردارد. باز یک بار دیگر زنگ زن. اکنون تماما خاموش کرد. شاید تنها بودن خواسته است. بیا من تو رو به نزد ماشین برم. گاز را زیر کن. رازت را سیاه میکنم. این آدم ابله بوده است. حالا هم مثل جنگاوران خودش تنها میرود. آن را بداخیر. واکو همین رو میخواهی یا اینکه میخواهی که بجای او تو را دستگیر کند؟ خدا پناه دهد. خدا نشان ندهد. این طرف گفته به پلیس است. الو، میخواهم یک خبری مهمی رسانم. یگون کس هست یگون کس. بلا زنم بچه کنم این دام است. جد نجوم دستانه دو بردار. شما خطا میکنید. مرا به دام افزاند. به کوچه کشتی و خانه کلیسا زود یاره تجدید فرستید. بیایید خانم نباید. بیایید. چرا مرا به اینجا آورده؟ اومدم. بیا زودتر میرویم. چیکار میکنی امینا؟ کتابم در اینجا مونده است. زود باش. اوف، با این حال نرسم اینا. همش رو میگیرم. چرا مرا به اینجا آورده داخل؟ بیسرم. اینقدر داد میزند گویا خودش نمیمرده باشد. چی؟ من غم نمیخورم. دادر عروسم رو به خاک سپاریدم.
جگرم میسودد اما نشان نمیدهم. دخترم به درون در آخر. نه من کودک رو گرفته میروم. از درد و غم چی گفتنش را نمیداند. تو وزنی شود خفه نشو دخترم. من خفه نیستم آقای ملکه، لیکن خودتون دیده ایستادید که از سحر با من چه مناسبت میکنند. خودت میدونی دخترم. این رو دار. دختر جانم شما در اینجا چیکار میکنید؟ من با شما نگفته بودم که به اینجا ندارید. در دستت چیست؟ کنی به من ده؟ نمیدیم، مکتوب مادرم است در بالایش نامش. به من ده گفتم. به من ده میگویم، نباشد سرت را خاک میتراشم. کنی ده به من. مسئول از مادرم است. امینه دو به من ده گفتم. ایستا چه واقع شد؟ مادر جان مکتوبتون رو دزدیده است. کنی با من بیایید. چی گپ است؟ مکتوب در کجاست؟ چه خیل مکتوب؟ زبانی دروازش رو بینیده؟ مکتوبی که در درون این لفافه بود کجاست؟ از کودکانت پرس. هر دویشان حجره مرا تگرو کردند. با کودکانم زوری کرده از دستشان مکتوب رو کشیده گرفتی. با ما تهدید کرد مادر جان، با همینه به زور گریخته. با من گوش کن. با گپی دو کودکی مورچه مانندت گوش کرده در نزد من دستک نزن. این طور باشد چرا اونها رو پیش کردی؟ کودکانت با حجرم در آمده چیزهای مرا تگرو کردند. برای همین پیش کردم. تو مرا فریب کرده نمیتوانی. تو دروغ میگویی پینار. از حجرم دفشم گفتم. تو دروغ میگویی. در اون مکتوب چیزی هست من نخونم گفته پنهان کردی. در کجاست؟ مکتوب در کجاست؟ تو بیماری روحی هستی. به خدا تو یک به نزد دختری دیوانه ها رو گویی که شوهرم مرا با زنی دوست داشتهش فریب داده بر آمده رفت. دارو دهد شاید صحت شوی. با سطر پوشیدنت بیماریت صحت نمی شود. فریده اینجا چی گپ است؟ چی کار میکنید؟ صدایتان تا پایان رسید. دخترم بس کنید. ای بس. کمی فکر کنید آخر خورد نیستید. کنید دخترم با بیرون برو آخر. باید احمد ندی. کنی بچه ها شما هم بروید. گیر دخترم چیزهایت را گیر. کنی زود بروید. این کتابی من است. با کتاب هم چشمالو کردی. بیا فریده جان اهمیت ندی. کنی بچه ها بروید. گیر جانم توش. جیم زند. آرام شوید خانم نباید. آرام شوید. خیر دخترم تو بازدی تپای ملکه. اپای فریده چی شد آوازتون برآمد؟ باز چی کاری کرده ایستادت یاسمان؟ حتی در جنازه مرا به حالم نگذاشت. مکتوبی مادرم را دزدیده است. چه خیلی مکتوب؟ اونها از حجرش یک مکتوب یافتند که به نام من بوده است. او دیده دیوانه ها را از دستشون کشیده گرفته است. حالا باشد این کار میکند. در داخل مکتوب چی بوده است؟ کاش که میدونستم. یاسمان احوال رو دیده ایستاده ای. اینجا موندن میخواستم اما هیچ گپ نه. زیق نشوید. تو بازدید. من زن میزنم. رفتیم بچه ها. خیر. در جنازه یک شخص به گوشم سراغه را گفت. این به برادرت دخل دارد گفت. رفیق کمیسر راست میگویند. از من هم در پسم کی بود گفته پرسیدند. او اکنون کمیسار نیست، گمانبر شده است. برای همین بی‌طرفانه جواب ده. تو همان آدمی گفته‌اش را دیدی؟ یعنی آنجا پرتلاتون بود. احوال جنازه رو میدونید. من فرق کرده نتوانستم. دیدی یا نه؟ ندیدم. خیر بگذار چون این آدم بوده است. سراغه رو هم به شما داد. لیکن شما بر این شخص که در پلیس کار کرده است چطور به امنیت خبر نداده به این کار دست میزنند؟ فکر کردم که پول طلب میکنند.
چون که مرافعه هفته آینده است. به این هم یک برادرم را به خاک سپاریدم. هیچ نباشد برای دیگرش یگان کاری کنم گفتم. اما کاری کردن نتوانستی. او را برید. آخر همشون زیبایند، این طور نیست؟ نپرسید، با آنها حتی نزدیک شده نمیتوانید. اصلا اونقدر غیر امکان نیست. نفهمیدم. کمی رو بردیم، من همش رو به شما میفهمونم. یاسین، تو باوری داری که در بالای مکتب نام من نوشته شده بود؟ بله، حتی خوندن رو شروع کرده بودم. در بالایش پریده نوشته شده بود. هیچ کس نیه دخترم، صحبت کنید حرف شده. به خونه که رفتیم در نزد تریزا میمونیم، خشک میشود. میلش گفت جا نکن. رفتیم. کاری خیلی آسان است. نواری در سیفوده رو به من آورده دید. در جایش باشد این رو گذارید. میتوانسته باشم. آخر این کار مشکل نیست. این رو همچون پیش پرداخت قبول کنید. مرحمت دارید. سلیم، با امیر زنگ زده نمی شود؟ یگان خبر هست؟ من هم برای همین آمدم. کمیسر امیر مرا برای خبردار کردن شما فرستادند. چی شده است؟ یگان ناخوشی نیست آخر؟ متاسفانه کمیسر امیر را دستگیر کردند. چی؟ برای چی؟ برای کدام گناه؟ با امیر چی شده است؟ چی شده است؟ خانم نباهد، آرام شوید. کمیسر خوبند، خواطر نشوید. مادر چی شده؟ مادر امیر را دستگیر کردند. ای خدا، عذابای کشیدمون بس نبود. ای خدا جان، چی گناهی عظیم کردم نزدم. این قدرش را برداشت کردن نمیتوانم. آخری ای خدا نمیتوانم. گریه نکنید. فراموش نکنید که هر دردی که خدا میدهد دوایش را هم میفرستد. یانگا ما خودمون حل میکنیم سرم. شد یاسومان دخترم، چشمونت رو کشو. ای خدا. از اول هدف اساسیشان من بودم. چیزهایی به سر اکرم آمده بهانه بودند. در پس این کار کی بوده میتواند؟ پدر عروستون این کار رو کرده میتواند؟ یعنی من جستجو کردم، در بینتون واقعه های زیادی گذشته. حتی برای سوءقصد روزی تویتون شده شما او را گناهگار شماریده اید. اما آن وقتم احوال همین طور بود. یگان دلیلی نداشتیم. خطا میکنید. این دفعه هست. گوش کنید. در دست من یک نواری هست. وقتی کشتن استا رو به نوار گرفته بودم. تو این را چطور کردی؟ پیش از مردنش افادهش رو هم گرفتم. حاضر آن نوار در کجاست؟ آن رو به دادستان سپاریدم. تا روز مرافعه در اونجا پنهان میکنند. من باشم تا اون روز فهمیدن میخواهم که در پس این آدمان کی ایستاده است. گفتی ابله راستش را گوی. بکتی چیزی نگفتم. دروغ نکن. بکتی یکو چیز نگفتم. التماس برو نکن.
خیلی خوب ها؟ آفرین به شما. همه از کشاد و روشن است. لعنتی ها مرا سوزاندن میخواهید. وقتی که پرکرور این را تماشا کرد چی میشود میدانید؟ از عهده یک کار برآمدن نتوانستید. اوستا مرد گفته، اما صحت و سلامت از پیشمان برآمد. این بس نبود، باز رفته از بالای ما بیانات داده است. مرا سوزاندن میخواهید؟ سوزاندن میخواهید؟ در حق کمیسرگل رو دعا کنید. اگر مرافیه نزدیک نمی بود همه تان را نیست بکردم. اکنون دف شوید. دف شوید. هرچی زودتر به خارج می روید. تا من خبر نفرستم نمی آید. فهمیدید؟ اکنون دف شوید. مرا ببخش. برای همه‌اش تشکر. من برای خواهرت در مسئله آن بیمارخانه گفته‌ات صحبت کردم. برایتان در ماه ایون جای آماده می‌کنند. اپای ملیکه؟ لابای دخترم؟ با من کمک میکنه؟ باید با پایان فرایم. مایلش دخترم حاضر می آیم. مایلش. در کجایی؟ صدای تلفنت رو نشنیدی؟ کمش 10 مرتبه زنگ زدم. باز چیزی مهم است. مکتوب آشکار شد. گپی تلفنی نی. وقتی که با میخوره میفهمونم. بعد از نیم ساعت در قهوه خانه با میخوریم. مایلش تو بازدید. تو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ. با پایان فرامدن میخوام. ها، من با تو کمک میکنم. کنی زود از رابط فرا. پدرت از من منتظر میشود. وصیت‌نامه رو تغییر دادنیه. در خصوصی میراثی که بعد از مرگم به ایشیل میگذرد گفتنیه. با خیر است. او را مثل دخترتان دوست می‌داشتید. یک باره چی شد؟ به خدا کارهایی کرد که فرزند چنین کار را نمی‌کند. با من خیانت کرد. باز در حالت قهر و غضب یگان قراری نادرست نبرارید. این ثروتی بزرگ رو به کی می‌دهید؟ به شخصی سزاوار. تشکر. نوش جان. مادر جان این خشک شده است. کنی به جای خوابتون؟ مادر جان با من یک کوی خانه. دخترم خیلی خسته شدم. پگاه وعده میدهم که میخوانم. مایلش؟ نه حاضر. پیتران اقلا تو مرا فرمون. مرا زیخ نکنید. رفته دندانهایتان رو شسته روز به حجرهتان. حاضر من هم میآیم.
یوسمان. الو آپای فریده، من هم به شما زنگ زدن میخواستم. بخیر است یا اینکه یگان واقعه روی داد؟ کدامش رو گویم؟ امروز امیر رو دستگیر کردن در خصوصی دعوای اکای شرف. ای خدا، خانم نباید خبر دارد. او شنید؟ مگر نمیشنوند؟ احوالشون وزنین شد، به زور آروم کرده. یوسمان خیلی غمگینم. در این حالت از زور احوال پرسی نمی کنند، اما احوال رو خودت دیده ایستاده ای. مایلش هیچ گپ نزدیک نشوید. به این هم به شما برای دیگر چیز زنگ زدن میخواستم. چی شد یوسمان؟ امینه و یوسین راز گفتند. در حقیقت همین خیلی مکتوب بوده است. تو از کجا میدونی؟ پینر وقتی که با تلفن گپ میزد شنیدم. کدامه در خصوصی مکتوب گپ میزد. در یک جا خوردن یان. کی؟ با کی؟ کی؟ در کجا؟ آمدی؟ آمدم مادر. بیا. نرا، در همین جایی است. کنی میتپد. ندانستم که تو نمرده ای. همیشه با من دروغ میگفتم. خیلی گریستم. خیلی زیاد گریستم. زیاد گریستم. کجا شدی؟ آیا اومدم آخر جانم؟ چی کار کنم؟ و بیرون بر اومدن آقای غالب رو انتظار بودم. خیر، با من چی گفتن میخواستی؟ کنی گپ زن؟ همه مکتوبی که داشتیم؟ خیر. مکتوبی به فریده نوشته پدرم. خیر. در دستی فریده است. چی طور؟ وقتی که من به قبرستان رفتم کودکا به حجرم در اومدن، همه جا رو کفت کف کردن. وقتی که برگشتم مکتوب در دستشون بود. خیرت که پیش از خوندنشون مکتوب رو از دستشون گرفتم، آن رو در داخل یک کتابچه حکایه ها گذاشتم، لیکن آنها کتاب رو گرفته به نزد فریده بردن. البته که بعد قیامت قایم شد. بعد فریده در روز زده به حجرم در اومد، لیکن من گپ رو این طرف و آن طرف بردم. آنها رو یک علاج کرده فریب دادم و از حجرم بیرون کردن میخواستم. نخود دخترش اومده کتاب رو گرفت. لعنتی. چرا؟ کتاب از او بوده است. و چی گفتی؟ با فکرمون به دست فریده رسیده، آن رو که های خونده است. اگر میخوند با فکرم به تو که ها زنگ میداد. زنگ زن. معلوم میشود که حالا هم امکانیت داری. گوش کن، من یک نقشه دارم. تو به فریده زنگ زنو، با یک بهانه او را به نزدیک خودت جهزن. من باشم کمال را با کودک گرفته به خونه آیسه میروم، یک علاج کرده آن مکتوب را میگیرم. خوب، مایلش میگیری، اما کارمون باز با کمال شیطان میافتد. گوش کن، با کمال در خصوص مکتوب یکون چیز نگوی، فهمو؟ یک کتاب گوی تمام. بیا بس کن، چی من دیوانه شدم مگر؟ لیکن چی طور صدی روی فریده میشویم؟ اگر تو پگو مکتوب رو خوند میدونی چی میشود؟ خیر تو شینو دعا کن، من میروم. به این هم چند ساعت باز پیسرم در دست همسایه است. رو من میسپرم. خیر تو بازی.
من چی میگویم؟ آخر ما جنجال کرده بودیم. چی به همون ایوبم؟ اپای فریده؟ سلیم خوش آمدید. مرحمت. خوش باشی. گذارید چینید؟ تشکر. بخیر است؟ در اینجا چی کار میکنید؟ با تو یک کار دارم سلیم. مرحمت. اگر یکون کاری از دست ما با جون و دل میتوانی با من رقمی یک زنگ تلفن رو معاین کرده بیایی؟ با خدا برای این کار از پروکرور اجازت گرفتم وزین. یگون راهی دیگر ندارد؟ یعنی در اصل دارد اما غیر قانونی است. فهمو. مایلش من از تو چیزی نپرسیدم. باز به تو گرد نرسد سلیم. خیلی مهم است. خیلی. اما چه علاج؟ اصلا یک راهش هست. باید ببینم. میتوانی؟ نمیدونم. من رقم شما رو دارم و شما زنگ میزنم. تشکر سلیم. الو فریده؟ شما گپ زنید، من کمی کار دارم. بعد به شما زنگ میزنم. خب تشکر سلیم. گوش میکنم. بیا مونی، نه خود با مادر همیشه گپ زنم. دیگر چی خیلی با شما گپ زنم؟ من فکر کردم که دلم رو یفته بخشش میپرسه، اما میبینم که خیر اینها رو یک طرف گذار و زود با تاکسی سوار شده به نزدم بیو. تو خیلی پزمان شدم. چی خیلی پزمان شدید؟ چی خیلی میشد؟ مگر در بین مادر و دختر این خیلی چیزا نمیشوند؟ مگر این کار وقت و ساعت دارد؟ گوش کن، با تو گپای مهمی میگویم. کنی بیو. الو فریده، گوش کن، با تو گپی مهم دارم میگویم. این مسئله حیات و ممات است. مایلش یک سری قدم میبرویم. خدایا توبه، میمونی تپتیو. چی گفتی گلم؟ هیچ چیز نگفتم. زود آماده شو برایم، دیر میکنیم. میخواهی در نظرش بیزی تو با من؟ کما با جای به سر و مویت اهمیت دادن تو اول جروبت رو عوض کن. حالا هم عوض نکردی ها؟ نمیبینی جروبت دریدگی کمال؟ مایلش پینار مایلش. گوش کن مرو، تو مرو فهمیدی؟ یک کتابچه خردی رنگه فراموش نمیکنی؟ تو مرو بی سواد گمان میکنی. گوش کن، من در مکتبی میانه در یک سیم 4 سال خوندم. آفرین. این آنش رو منو به من گوی که آن کتاب رو چیکار میکنی؟ کارت چی؟ اگر به تو پول لازم باشد گفته هایم را اجرا کن. گوش میکنم. فریده باور کرد. میلش ما هم زود میبرایم. میلش تا بازید. کمال خیز میرویم. کنی این رو دار؟ من نمیتونم. چی؟ کودک رو ندیدی؟ دارو خیلی باسم رو پوشم؟ خدایا توبه. جانکی من، عوض کردنی جورابت رو فراموش نکن. لابای خانم عزیزه، در شرکت یگان مشکلی هست. در خصوص وضعیت چرا عوض کرده است؟ شد فهمو دوامش را به شرکت آمده میفهماند. چی شده است؟ اما دوست دارد، باز کارش رو کرده است. تو را از وصیتش خارج کرده است. لیکن من طرز پرسیدن حسابش رو میدونم. اهمیت نده. تو دیوانه شده ای. خاموش میستی مدر. سبب چنین کارش رو فهمیدن نمیخواهی؟ نمیخواهم، چون که میدونم. چی رو میدونی؟ گپ زن، از من چرا پنهان میکنی؟ دختر عمم نمرده است تیمور، زنده است. کی فهمیدی؟ یک چند روز پیش عمم رو در فروشگاه دیده بودم. در مغازه لباسای کودکانه برای نبیرش لباس میخرید. مرا ندید. من هم تعقیبش کردم.
میدونی در خونه رفتش رو که کشد؟ کی؟ پینور. پینور؟ پینور دختری حمد بوده است؟ خنده آور است؟ نه، با احوال خودمون میخندم. با که ها سر و کار داریم. کاش که به باغچه میبرامدیم، دلم تنگ شده است. خیلی خنک است، بیمار میشویم. خیر چیکار میکنیم؟ رفت کشیدن هم نمیخونم، کتاب خوندم. کاش به سینما میرفتیم. ما رو کی میبرد آخر؟ من به سینما میرفت؟ بله، چرا نه؟ در اساس سینما به نزد ما میآید. چطور؟ دلک لبای خانم آسیا زود توانی سینمایی در پایان بود را آماده بکن. جواری مکه هم بیپس ما باشیم فیلم انتخاب میکنیم. خانم آسیا ها؟ چی گفته؟ کنی ببینیم؟ کنی؟ رفته دویدیم. کنیم گیر جانم، نوش جان شود. چرا زحمت کشیدید؟ من گفتم که زود برآمده میروم. فریده جان، از برای خدا تبم رو خیره نکن. به خانم نباید نگر، از غمی فرزند سوخته کباب شده است. ما هم بیهوده هم دیگر رو خفه میکنیم، مگر در این دنیای دو روزه میارزد؟ به این هم عتیله برآمده رفت، من و تو تنها مونده ایم. عتیله چی میگوید؟ چرا این طرف سراتی من برآمده رفته است؟ به فکرم مسئله یشر است میگوید. من هم همین خیلی فکر کردم، اما این طور نیست میگوید. من به پسرم باوری دارم و فکرم با اون دروغگوی روبرو نشوم گفته از این جایها برآمده رفته است. از پس مرده گپای بد نزنید. از برای خدا تو باز طرف آن آیله رو میگیری. خیر مرده باشد مرده است، چیکار کنیم؟ خدا رحمتش کند. خیر چی مرده است گفته دروغ گوییم؟ مادر و برادرانش به ما بدیهای زیادی کردند. اگر یگان گپی دیگر نداشته باشید من میروم. با کجا میروی؟ این گپای شما رو هیچ نباشد 100 بار شنیدم. اگر مهمش همین باشد من میدونم. نه من به تو گپی مهم دارم. بیاشین. گپ زنید آخر. کودکا در خانه انتظارند. خانم آسیا، خانم پینو با همسرش اومده است. بگوی درآید. مایلش. مرحمت. السلام. سلامت. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. ما را ببخشید خبردار نکرده آمدیم. شما را ناراحت نمی‌کنیم. این طور نگوی جانکم، همیشه انتظارم شب و روز فرق ندارد. وای قربانی خیلی شوم.
بیا جون من. مرا میگوید. ها تو میگوید. چه خیلی زیبیده است. خیلی زیبیده است. نصیب کند. تشکر. تعبی نازک دارید. جونکی من. سلیناکی من. پسر چه زیبایی من. با یک بخشش پرسیدن همش تموم می شود. همین طور؟ پس شما رو بخشیدم. فریده تو مرا گوش نمی کنی. من به تو چند بار گفتم کودک را گرفته آورده است. اگر خودم رو فوش میکردم شاید باز گرفته میبرد. شاید به من ضرر میرساند. اینها آدمانی بوی هستند، همه کار از دستشون میآید. سخت ترسیدم. یعنی جون شما از من بیرهتان هم عزیزتر است؟ این طور نگو جونم. با تو زنگ زدن میخواستم نخواست بینم امینه گریخته است. شما رو بشوارم بایران میشم. بیست آخر فریده فقط یک چیز رو تکرار میکردید. تو و فرزندانت برایم هیچ قدری ندارید میگفتید. بیا تو از قدر و قیمت گپ نزن. در خانه زنی که دخترت رو دزدیده بود خدمتگار شده کار میکنی. قهوه خوب بود است. نوشی جان. با شیرینی خوب میگذرد. من دستایم رو شویم. البته دیله با آقای کمال رو نشانده. میبخشید. مرحمت. تو برای خود میخوری جنکی من. میبخشید. سلینکی او را دارید من عکستان را گیرم؟ بله فکری خوب. با تلفنی من هم بگیر. مایلش میگیرم. کنی بیو کمی حیران شده بودم. شما رو مادری غمخوار فکر می کردم. اکنون شما رو شناختم. خودپرست، کردنمک و بیرحم بودید. کسی که نباشید دیگر با من زنگ نزنید. فریده من با این فریده چی کار میکنم؟ پیامک برنده فرید. ببخشید. زود برای فریده رفت. یگون خبری ناخوش است؟ نه وای از بان پیامک رسیده. جانی من جانکی من. کنی بینیم این کتاب چرا اینقدر مهم بوده است. خزینه پنهانی را یافتیم. دختر جانم کاش در روبرویت ایستاده اینها را به تو گفتم میتوانستم. وای 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 وای. اکنون فهمه درد خانم پینار چی بوده است.